بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، در ولسوالی قره‌باغ قریه الله رحم قرار داریم. قسمی که شما میبینید در این قسمت چای آب حفر شده است و 60% کارش تکمیل شده، ولی متاسفانه نسبت به کمبود بودجه ما نتونستیم که در اینجا پایپ ها را داخل کنیم و همچنان بمبر در سر از این قرار بتیم تا اهالی این قریه از این ماده حیاتی که آب است مستفید شوند. متاسفانه در هوای خیلی سرد کودکان مجبور میشن که از مناطق بسیار دوردست در واقع آب بیارن و نصف روز یا بیشتر از او وقتشان صرف آوردن آب شود. از عزیزایی که بیننده هستند تقاضا میکنیم که ممکن نزدیک به 30 الی 40 هزار افغانی بخاطر تکمیل شدن این چای آب پول نیاز باشه. از دوستا تقاضا میکنیم شما همکاری کنین و دستگیری کنین تا یک صدقه جاریه برای شما باشه و نزدیک به 700 نفر در حول این چای آب که بیشتر از 80 خانواده میشه اینجا زندگی میکنن. فراموش نکنین که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یکی از صدقات جاریه را حفر چای آب که مردم از او استفاده میکنن معرفی نموده است. کودکان بشاش و عزیزانی که شما میبینین در کنار ما هستن اینجا من دسته ده الیاس جان ده کم زای او بگوڑی لری زاینا خواه استانیم سده اوی که ماشاءالله. خب دوستان عزیز، شما روی صفحات لینک ها مشاهده میکنین، شماره تماس در خدمت شما هست. فراموش نکنین که ما این رسالت در اوج امانتداری انجام میدیم. یک فرصت بسیار خوبی است کسایی که میخواهند و خاطر آخرتشان توشه آماده کنن. السلام علیکم و رحمت الله. برکات ولآمال مغنم زمزم یا